سپاس و درود تماشابینان عزیز. چنانکه در نوار پیشتر گفتیم که مازدا نام автомобили ژاپنی از نام خدای زردشتا گرفته شده است. بله، این برند را استفاده برد و نامش جهانی شد، ولی هیچ کس نمیدونه که معنای автомобил، معنای نام ماشین زیبا چی، از کدام زبان و از کجا گرفته شده است. و یکی از همین برند های قیمت این کلمه ایران است. مثلا ایرانی که امروز جمهوری اسلامی ایران است، این اساسی یک برند است که چند سال پیش، حتی خطا نکنم 60-70 سال پیش، شاه ایران این را در نیویورک در جلسه آن پیشبری کرد که سرزمین آنها که پرسیا نام داشت، در تمام جهان را همچون پرسیا میشناختند که دیگر پرسیا نگویند و ایرانش بگویند. و در حقیقت این ایرانی که ما میگوییم و این آریانویچ این دیگر ایران است. یعنی ایرانی ها امروز یک برند کلان بزرگ را از خود کردند. برند چند میلیارد دلار را، یعنی نام بزرگ ایران گرفتند. حتی یک بزرگی ما، یک قهرمان خلق تاجیکستان، گویا وای با استالین هم نمونه شده است که وقتی که تاجیکستان در جمهوری ازبکستان خودمختار بود که گویا ما جمهوری آزاد میکنیم و نامش را ایران میگذاریم. ولی امروز این برند را برادران دیگر گرفتند و ما را همراه نمیکنند.